سرخط مهمترین خبرها: اعلان سنه عید فطر و هشدار مقامات به ساکنان پایتخت. بازداشت 7 ملیسه قلبکی در یک هفته، این وضع بیانگر چیست؟ و انتخاب اعضای مجلس ملی که شخص دوم تاجیکستان می شود. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از شهر دوشنبه تقدیم شما می شود. امروز 28 مارس سال 2025 است. عید رمضان، یکی از دو عیدهای مسلمانان در تاجیکستان، روز یکشنبه 3 مارس تجلیل خواهد شد. شورای علمای مرکز اسلامی روز 27 مارس با اعلان سنه عید گفته است این تصمیم بر اساس حساب علمی گرفته شده است. وقت برگزاری نماز عید سعید رمضان ساعت 6:45 معین شده است. آمده است در قرار این نهاد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما امام خطیبان کشور را وظیفه‌دار کرده است که مردم را به پیشگیری از اسرافکاری و عملکرد صرفه‌جویانه در روزهای عید تشویق کنند. تاکید شده است که خود امام خطیبان باید در این مورد نمونه عبرت باشند. در عیدهای گذشته مقامات مانع عیدگردک کودکان شده برای گستردن دسترخوان کلان و با دبدبه جریمه تعیین کرده بودند. در همین حال پلیس دوشنبه از والدین نورسان خواسته است که در روز عید فطر فرزندان خود را به نظارت نگذارند. این نهاد در خبرنامه نوشته است که همه ساله در عید و جشن‌ها، مخصوصاً عیدهای رمضان و قربان، بی‌درک شوی کودکان و دیگر قانون‌شکنی‌ها با اشتراک نورسان ثبت می‌شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه به ساکنان پایتخت هشدار داده است که در روزهای عید فرزندان خود را به نظارت نگذارند، چون اگر نابالغان قانون‌شکنی کنند والدین نیز جوابگر خواهند بود. امروز در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان برگزار می‌شود. طبق فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، انتخاب اعضای نوی مجلس ملی 28 مارس سال 2025 تعیین شده است. اعضای مجلس ملی از سوی مجلس‌های ولایتی در منطقه‌ها انتخاب کرده می‌شوند. پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان 33 عضو دارد که 25 نفر آن از حساب 5 منطقه کشور و 8 نفر آن از سوی پرزیدنت تعیین می‌شوند. اکثر کرسی‌های مجلس ملی در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی است. از سال 2020 رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی است. طبق قانون اساسی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی شخص دوم تاجیکستان است و در صورت استعفا یا وفات رئیس جمهور وکالت‌های او تا انتخابات به عهده رهبری پالاتای بالای پارلمان می‌گذرد. مجلس ملی از صلاحیت‌های گسترده از جمله تصدیق قانون‌ها به غیر از قانون بودجه برخوردار است. دادرس‌های دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دادستان کل هم تنها بعد تصدیق پالاتای بالای پارلمان به کار آغاز می‌کنند. منتقدان می‌گویند که مجلس ملی تقریباً همه پیشنهادهای حکومت را بدون بحث‌های سخت قبول می‌کند. پلیس دوشنبه دوام 3 روز اخیر 7 نفر را بازداشت کرده است که خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است سعید صفایف، صفا رضایف، امید سلطانوف و عزیز یوسفوف خود را همچون کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده با دلیل‌های ساخته شهروندان را دستگیر و برای پهن نساختن معلومات بی‌ابرو کننده از آنها پول طلب کردند. در حالی که نظر گمانبران به اتهام معلوم نیست، پلیس دوشنبه میگوید تاکنون 3 حالت پول طلبی این افراد را ثبت کرده است. اول هفته روان پلیس دوشنبه عمرجان ظریفی، یعقوب ابرارov و محله لامجیدزاده را هم با عین همین اتهام بازداشت کرده بود. با گفته مقامات این افراد از 2 نفر در عموم 3200 سامانه گرفته آنها را لتوکوب کردند. رادیوی آزادی مستقلانه این دلیل ها را تصدیق کرده نمیتواند و در صورت مراجعت نزدیکان این افراد آماده است که نظر آنها را هم پخش کند. علیه این افراد با اتهام غارتگری پرونده گشودند که از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. بازداشت 7 نفر این بحث را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که چرا آنها خود را کارمند مقامات قدرتی معرفی کرده غارتگری کردند. بینندگان عزیز، نظر شما به این موضوع چی است؟ حامیان حقوق بارها از شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده ها در مقامات قدرتی و فساد در این نهادها نگرانی کرده بودند. یک قرار مقامات قرقیزستان برای پیشگیری از صدمه‌های نقلیاتی بحث برانگیز شد. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان گفت از ماه سپتامبر ناظران حق دارند رانندگان قانونشکن را بازداشت و در همانجا از او درباره قاعده‌های راه امتحان بگیرند. رانندگان از این قرار ناراضی هستند. کارشناسان میگویند راه برای رشوه‌خواری ناظران وسیع‌تر می‌شود. ادامه موضوع در گزارش زرنگیزی نوروز شاه. مقامات میگویند حدود 70% رانندگان در قرقیزستان قاعده‌های حرکت در راه را یا خوب نمی‌دانند یا تماما نمی‌دانند. همین ناآگاهی به قول آنها سبب صدمه‌های نقلیاتی است، اما نه همه چنین اندیشه دارند.
حالا مقامات میخواهند با شیوه نو سویه دانش رانندگان را بسنجند. بر طبق فرمان پرزیدنت صادر جباروف از 1 سپتامبر ناظران راه حق دارند رانندگان را باز دارند و قاعده حرکت در راه را از آنها بپرسند. محض آنهایی را که قاعده حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند. اگر راننده به سوالها جواب نادرست داد، شهادتنامه رانندگی را از او میگیرند و باید در اداره بازرسی اتومبیلی از نو امتحان سپارد. قرار درباره پرسیدن قاعده ها در سر راه در میان رانندگان و کارشناسان واکنش تندی را به بار آورده است. کارشناس چینو را قسما بیته و میگوید این راه رشوه‌خوری را و معامله های غیر قانونی بین راننده و ناظر را زیاد میکند. رانندگان تلاش میکنند که در همان جا با ناظران زبان یابند تا از شهادتنامه رانندگی محروم نشوند و اثر امتحان نسپارند. از این رو خطر پاره‌گیری خیلی زیاد است. اگر یگان راهی سخت نظارت و شفاف نباشد، این تشبث نتیجه درست نمیدهد. در ذهن فعالان سوالی بپاسخ میچرخد که دانش خود ناظران راه را کی خواهد سنجید؟ به گفته فعالان بسیاری از ناظران راه خودشان قاعده های حرکت و علامت های راه را درست نمیدانند. نوارهای هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخند که ناظران راه پس از بحث زیاد با رانندگان اعتراف میکنند که خطا کردند. از یک طرف ما یک ساختاری فساد زده داریم، از طرف دیگر یک گروه بزرگ رانندگان که قاعده حرکتی را نمیدانند. اینجا انتخاب میانی بد و بدتر است. این تشبث عاقلانه نیست چون خطر فساد را بیشتر میکند. سوالها در این باره که ناظران راه چگونه از رانندگان امتحان قاعده حرکت در راه میگیرند هنوز بپاسخند. اتحاد اروپا برای تعقیب‌های سیاسی و دستگیری از حمله روسیه به اوکراین علیه بلاروس تحریم‌های نو جاری کرده است. در رویخط نوی تحریم‌ها 25 شهروند بلاروس و 7 شرکت شامل شدند. اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، مقامداران بلندپایه، دادرس‌ها و تاجران نزدیک به حکومت از جمله شخصانی هستند که از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. چند شرکتی وابسته به پرورش پیاز برای آن بر رویخط سیاه افتادند که از مهنت محبوسان سیاسی در شرایط وزن استفاده می‌برند. تحریم‌های نوی اتحاد اروپا در حال علیه بلاروس جاری می شوند که رئیس جمهور خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو 25 مارس سوگند یاد کرد. او 26 ینور امسال در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلان شد. اتحاد اروپا نتیجه انتخابات را اعتراف نکرد. لوکاشنکو 70 ساله از سال 1994 بلاروس را اداره می کند و برای نقض آزادی‌های اساسی انتقاد می شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 مارس را فرا می گیرد. پایان ماه مارس سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منعقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارس سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق به تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فاکولته در بخش رسامی و طراحی آماده می‌کند. 28 مارس سال 1942 مولودخان عبداللهیو تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته است. پروفسور عبداللهیو یکی از تشبثکاران تأسیس دانشگاه پداگوژی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمیشد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری میکرد. همسر شاعر تاجیک علی باباجان بود.
شبانه روز اخیر قربی روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 132 سامانه برابر است که نظر به یک روز پیش 3 سامانه بیشتر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سامانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامان رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان استراحت خوش تمنا داریم.